بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه بیاد داشته باشید در جلسه قبل ما قسمت اول داستان اکرمه ابن ابی جهل رو براتون تعریف کردیم و خوندیم با هم دیگه داستان رو، یعنی یادآوری با هم دیگه و آشنایی با تاریخ گذشته اسلام. به اونجا رسیدیم که اکرمه در جنگ خندق هم اومده بود برای انتقام و حتی جزو اون کسانی بود برنامه‌ریزی کرد که از خندق عبور کنه، اما بالاخره نیروهایی که با خودش به همراه داشت کشته شدند و خودش تونست جان خودش رو به در ببره و فرار کنه. اما خب اسلام هر روز در حال قدرت گرفتن بود تا اینکه روز فتح مکه فرا رسید. محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش آماده شدن برای اینکه به سوی مکه بیان. پیمان و قراردادی رو که با قریش مکه بسته شده بود توسط تعدادی از جوانان و سواران و قهرمانان قریش در حمله ناجوانمردان مسلمانان شکسته شده بود و حالا پیامبر تصمیم گرفت که بیاد به سوی مکه برای انتقام. اما این انتقام با انتقام‌های دیگه فرق می‌کرد. فتح مکه بود. فتح یکی از مقدسترین، یعنی مقدسترین مکان برای مسلمانان، شهر پیامبر خدا و بالاخره موارد خاصی که وجود داشت. خب راه دیگه برای مسلمانان باز بود، داشتن جمعیت گسترده‌ای برای این حرکت می اومدن که تا اون روز کسی چنین جمعیتی رو ندیده بود. اما اکرمه ابن ابی جهل و تعداد اندکی دیگه از سران قریش گفتن نه آقا، ما نمیتونیم تحمل بکنیم اینا بیان، ما سعی میکنیم در درون شهر مکه با اینها بجنگیم و در موقعیت‌هایی قرار بگیریم. بالاخره اکرمه با تعدادی از جنگاوران و کسایی که همراهش خودشون بودن که خودشون رو در برابر خالد ابن قولید در یکی از این موقعیت‌ها قرار دادن. جنگ کوچکی صورت گرفت و همه اینها تعدادشون کشته شدن و فرار کردن و اکرمه ابن ابی جهل هم جزو همون کسانی بود که فرار کرد. اما خب ماجرا به همین جا ختم نمیشه. نگاه کنید، نکته خیلی مهمیه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی داشت وارد مکه میشد، خب ابو سفیان مسلمان شده بود، خیلی ها مسلمان شدن از سران قریش، بعد بخشید همه رو. وقتی که وارد شدن سپاه مسلمانان به خاطر رنج و عذابی که دیده بودن برخی صدا بلند کردن در سپاه که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت هست. و در تاریخ نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و سلم نه مثل یک فرمانده پیروزی که ما در فیلم‌های سینمایی یا در تاریخ می‌خونیم که سرشو بلند می‌گیره با غرور و تکبر مخالفینشو می‌کشه، بلکه در حالی که سر به پایین داشتن و اشک‌های ایشون سرازیر بود و اون دریای رحمتشون رو بر همه گسترده بودن، وارد مکه شدن. گفتیم به جز همین موارد خاصی که پیش اومد که پیامبر گفت هر کی به خونه ابو سفیان بره در امانه، هر کی به کعبه پناه ببره در امانه و هر کی در خونه هاش باشه در امانه، با یک چنین مضمون هایی. اما در این جریان پیامبر چند نفر رو گفت در امان نیستن. گفت حتی اگر به کعبه پناه ببرن و هر جا برن، که یکی از اینها کی بود؟ اکرمه ابن ابی جهل. چرا که اکرمه ابن ابی جهل دیگه بیش از اندازه دشمنی کرده بود که در چنین لحظه‌ای هم دست بردار مسلمانان نبود و سعی میکرد به اونها ضربه بزنه. اما بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مکه شدن و اکرمه هم دیگه فرار کرده بود، ولی گفت هر کسی اینو دیده هر جایی، این خونش مباح کشته بشه، این به خاطر خیانت و دشمنی و قتل و جنایتی که انجام داده این مجرمه. اما در همون روزها یا روز بعد همسر اکرمه ام حکیم به همراه هند بنت عتبه همسر ابو سفیان به منزل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفتن با همراه 10 تن از زنان قریش که تا به پیامبر بیعت کنن و اعلان اسلام بکنن. بالاخره 2 تا از همسران پیامبر با هم پیامبر همراه بودن، دختر ایشون حضرت فاطمه هم اونجا بود و تعدادی از زنان بنی عبدالمطلب هم در همون خونه تشریف داشتن، حضور داشتن. بالاخره اینجا هند صحبت کرد در حالی که روبند زده بود و گفت یا رسول خدا، الحمدلله الذی اثر الدین الذی اختاره لنفسه، خدا رو شکر که اون دینی که خدا انتخاب کرده بود برای خودش و خوشنودی خودش در جریش بود، اون رو به پیروزی رسوند و من ازت میخوام که بالاخره حق خوبی رو در مورد ما ادا بکنیم. ما اشتباهاتی بوده رفته و من الان زنی مؤمنه هستم و تصدیق میکنم آیین تو رو. و پرده اون نقابش رو برداشت و گفت بله، من
هند دختر عتبه هستم. عتبه هم میدونین که در جنگ بعد کشته شده بود و هند هم پرونده خیلی سنگینی داشت، اما پیامبر همه رو عفو کرده بود. پیامبر وقتی این صحنه رو دید، پیامبر رحمت گفت مرحبا بک، رحمت خدا بر تو باد ای هند. بعد هند میدونی چی گفت؟ یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا داستان هند رو ما در روزی خواهیم گفت. یه گفتگوی خیلی زیبایی بین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و هند صورت میگیره که این گفتگو هم از نظر تاریخی هم از نظر جامعه شناسانه قابل ارزش هست و قابلی که میتونیم روش ما صحبت بکنیم، مطالب مهمی داره. ولی در هر صورت اونجا هند گفت قسم به خدای رسول خدا روی زمین هیچ خونه ای نبود از این خونه های روی زمین که بتونه اینقدر نزد من بد باشه و من متنفر از اون باشم. ولی امروز منظور خانواده و اینها، ولی امروز تو خانواده تو خونه تو محبوب ترین خونه هاست در نزد من. پیامبر گفت هنوزم باید بیشتر از این باشه و بالاخره ام حکیم بلند شد. ام حکیم همسر اکرمه ابن ابی جهل و ایشون هم مسلمان شد و گفت یا رسول الله، اکرمه از ترس به یمن فرار کرده، از ترس این مبادا بالاخره شما اون رو بکشید یا بالاخره مسلمانان اون رو بکشن، اون رو تأمین بده، اون رو اجازه بده ببخش تا اون هم برگرده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اون در امن امانه. حالا که تو این گفتی هیچ مشکلی نیست، اون بهش خبر بده در امن امانه، ما بهش کاری نداریم. بلافاصله در موقع ام حکیم به دنبال همسرش حرکت کرد و یک غلامی هم که غلام رومی همراهش بود با خودش برداشت و به سمت یمن حرکت کردند. حالا در مسیر راه موردی پیش اومد، این غلام رومی میخواست تعرضی داشته باشه، نگاه بدی داشت نسبت به ام حکیم. عرب خیلی زرنگ بود، اینطور نیست که ما فکر کنیم انسان‌های ضعیف و ناتوانی بودن. این تاریخ رو که میخونیم میفهمیم که چگونه هست. این با زیرکی این غلام رومی رو سعی کرده کمی مهلت بده، اون رو سرگرم بکنه، یک کمی زمان بذاره براش که تا به اون هدفی که میخواد برسه نرسه. تا وقتی به یکی از قبایل عرب رسید، اونجا چیکار کرد؟ خودش رو به اون قبایل عرب اشاره کرد که این غلام با من چنین نقشه‌ای داره و این بود که اونها گرفتنش و اون رو بستن، زندان کردن و این هم رفت به دنبال که همسر خودش اکرمه ابن ابی جهل. رفت بالاخره تا اینکه به اکرمه رسید، در کنار ساحل دریا بود، در یه منطقه‌ای که در منطقه تهامه با یک شخصی درگیر بود، یک کسی که می‌خواست اینو ببره انتقال بده. حالا ما میگیم نفربر یا آدمبری که اونجا بود یا قایقی چیزی داشت. بعد داستانشون هم این بود، اون میگه ولی تو خودت رها بکن از شرک و فلان تا من تو رو با خودم ببرم. گفت منظور چیه؟ گفت شهادت بده این که خدا جز خدا یکی نیست، جز الله معبود دیگری وجود نداره و محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. اکرمه گفت که بابا من از دست همین فرار کردم، حالا اینجا هم تو برای نجات من میگی اینجوری؟ میگه بله این راه دیگه به نظر من نیست، من راه دیگه تو رو کمک نمیکنم تو رو بخوام ببرم. این نشون میداد اسلام واقعا چقدر رشد کرده بود. همین موقع دیگه همسر اکرمه بهش گفت به کجا داری فرار میکنی؟ برای چی؟ نمیدونی که بالاخره پسرمو که پیامبر خدا بهترین انسان، نیکوترین انسان و برترین انسان به تو امن و امان داده، محمد صلی الله علیه و سلم، و تو دیگه مشکلی نداری و برگردیم بریم پیش پیامبر و بریم با پیامبر صحبت بکن. خوشحال شد، گفت باشه و یک کمی دیگه گذشت و بالاخره وقتی این در مسیر قبول کرد دیگه، اطمینان حاصل کرد که همسرش این حرفو زده و این رسم جوانمردی رو هم میدونستن و در مسیر راه داستان اون غلام رومی رو نقل کرد براش و اکرمه وقتی به اون قبیله عرب رسید اون غلام رومی رو هم به خاطر این نگاه بدی که داشت و اون تصمیم بدی که داشت اینو چیکار کرد؟ کشتن. این قبل از اسلامش البته بود. تا اینکه اینا رسیدن به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. یک اتفاقی هم در این مسیر افتاد. بالاخره همسرش بود، در مسیر راه می اومدن، با همسرش می‌خواست همراه باشه، طوری که مثلا زن و مردها با هم همراه و ارتباط دارن. این گفت نه تو نمیتونی، تو تا زمانی که مسلمان نشدی بر من حرامی. اکرمه خیلی تعجب کرد، این چه آیینی است که بین زن و مرد فاصله ایجاد میکنه. این ذهنش همه این مسائل رو بالاخره داشت حلاجی میکرد و تعجب کرده بود. وقتی که اکرمه به مکه نزدیک شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به یاران خودش گفت نگاه کنید اکرمه داره میاد. اکرمه که اومد اون مؤمن هست، اون مهاجر هست در مسیر خدا. مبادا به باباش فوش بدید که فوش به مرده یا پدرش سبب اذیت اکرمه میشه و آزار میبینه اون، و از اون ورم این فوش شما به ابو جهل میرسه. این نوع تفکر دینی رو داشته باشید، زبان رو داشته باشید. بالاخره اکرمه و همسرش وقتی رسیدن به جایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، پیامبر خدا بلند شد به استقبال اون، در حالی که ردا هم روش نبود. خیلی خوشحال شد بود پیامبر از خوشحالی و اومدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشست ولی اکرمه ننشست، همجوری سر پا ایستاده بود. بعد گفت ای محمد، ام حکیم به من خبر داده که تو به من تأمین دادی و امان دادی. پیامبر گفت
راست گفته، تو در امان من هستی. اکرمه گفت منو به چی دعوت میکنی؟ پیامبر خدا گفت دعوت میکنم که این قبول شهادت بده که هیچ معبودی جز الله نیست و این که من بنده و رسول خدا هستم، نماز بخونی، زکات بدی، اینها و ارکان اسلام رو براش شمرد. بعد اکرمه گفت یا رسول الله والله قسم به خدا اون چیزی که تو دعوت کردی جز به حق نیست، جز به خیر دعوت نکردی. و گفت اما متاسفانه ما قبول نکردیم و سخن تو در قبل از اینکه پیامبری هم برسی جز صداقت و نیکی چیزی در بین ما نبود. دستشو دراز کرد و با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرد. حالا ما کمی سریع‌تر بس بگیم چون وقت زمانمون کوتاست. و گفت یا رسول الله به من چیزی یاد بده که بهترین چیز باشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همین گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ببینید این زیباترین کلام هست. بعد گویا رسول الله دیگه چی؟ باز بگو شهادت بده اشهد الله رو شهادت بگید و اشهد من حضر انی مسلم مجاهد مهاجر. و گفت این که تو بگی که من شهادت میدم من مسلمانیم، مجاهدم، مهاجرم در راه خدا. اکرمه هم این رو گفت. در این موقع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اکرمه از من چیزی رو بخوا که تا حالا کسی نخواسته تا من بخوام بهش عطا بکنم. کسی به کسی هم چیزی این رو ندادم به تو میدم، یعنی هر چی بخوای امروز به تو خواهم داد. اکرمه گفت یا رسول الله من از شما میخوام برای من طلب بخشش کنی به خاطر تمام دشمنی هایی که در حق شما و یاران شما و دین اسلام انجام دادم، در هر مقام و در هر موقعیتی، هر سخنی که گفتم چه ظاهر چه آشکار، برای من نزد الله رب العالمین طلب بخشش کنی و من رو ببخشی. چه غیبت کردم چه هر چی بوده تهمت زدم هم این کار رو انجام بدی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستهاشو به دعا بلند کرد گفت خدایا هر دشمنی که اکرمه در حق ما انجام داده، در هر مسیری که حرکت کرده، در هر موقعیتی که رفته که نور تو رو خاموش بکنه، این رو ببخش و به عوض اون بهش خیر و برکت بده. حتی اگه بدیهایی در حق من گفته و انجام داده که من غایب بودم، همه اونها رو هم ببخش. میگن چهره اکرمه باز شد، شاداب شد، بشار شد، خیلی خوشحال شد و گفت یا رسول الله من تا این لحظه هر چی در توان داشتم در راه و مقابله با تو و دین اسلام خرج کردم، از این لحظه برعکس خواهم کرد. تمام توان خودم رو در دفاع از دین اسلام و ضعیف کردن دشمنان اسلام به کار خواهم گرفت. این بود که اکرمه در کاروان دعوت اسلامی قرار گرفته بود و در میدانهای جنگ حرکت میکرد و در میدان جنگ چون مجاهد بود و شبها در حال عبادت و نماز و تلاوت بود و همیشه قرآن رو روی صورت خودش میذاشت و برگه ها آیات قرآن رو میگفت این کتاب پروردگار منه، این کلام پروردگار منه. گریه میکرد از خوف و خشیت خدا. ولی در هر جنگ دیگه بعد از اون جریان اتفاق افتاد، ایشون همراه شد برای دفاع از اسلام تا زمان عمر رضی الله عنه رسید. در زمان جنگ یرموک، جنگ بسیار عجیب و شدیدی در اونجا صورت گرفت. میدونی جنگی بود در برابر رومی ها و یک جنگ تعیین کننده بود که میشه گفت دروازه های شام و قسطنطنیه و تمام دروازه های فلسطین و مصر اینها بعد از اون از اونجا گشوده شد. بله در اون میدان جنگ این با همراه خالد ابن ولید و تعدادی از اصحاب بودن و چنان از خودش شگفتی هایی به خرج داد که اصلا نمیشد تصور کرد. خالد ابن ولید میگفت تو اینقدر خطر نکن در این میدان جنگ، این چه کاری داری میکنی؟ گفت ای خالد من بدترین دشمنی ها رو در حق خدا و رسول خدا کردم، میخوام به این طریق با این جنگیدن با این توانی که دارم در راه دفاع از خدا بتونم از پیامبر خدا من دفاع کنم، از دین خدا دفاع بکنم و در موقعیت هایی که الان شرایط فراهم شده من دیگه کی میتونم چنین کاری انجام بدم. و ایشون حتی فریاد زد در بین مسلمانان هر کی میخواد با مرگ یعنی با شهادت بیعت کنه با من همراه بشه. عموش حارث ابن هشام، زرار ابن ازور در یک گروه 400 نفر از مسلمانان همه اومدن باهاش بیعت کردن و در مهمترین شرایط جنگی یعنی بعد از همون کمپ یا خیمه فرماندهی خالد بن ولید اونها می جنگیدن با رومی ها تا اینکه خداوند پیروزی بزرگی رو نصیب اینها کرد. اما در اون میدان جنگ 3 تن از یارانی که باش همراه بودن به شهادت رسیدن: حارث ابن هشام، عیاش ابن ابی ربیعه و اکرمه ابن ابی جهل کنار هم به شهادت رسیدن و داستان خیلی عجیبی داریم. ما در اون جنگ بسیاری از مسلمانان شهید شدن، اما نکته‌ای که خیلی مهم اینجاست، قصه خیلی تاریخی این بود که اکرمه نگاه کرد به حارث اونجا یکی از مسلمانانی بود اونجا حضور داشت، گفت که من آب میخوام. براش آب آورد، دید که عیاش داره بهش نگاه میکنه، عیاش هم خوب زخمی شده بود و گفت نه به اون بدید. حارث آب رو برد به عیاش بده. ببخشید من مطلب و مقدار اسامیشون اینقدر زیاد هست اشتباه میکنم.
حارث ابن هشام، عیاش ابن ابی ربیع، اکرمه ابن ابی جهل، این 3 نفر رو آب خواستن. دقت کنید، آب حارث خواست، آب بردن براش تا بنوشه، گفت نه آب رو بدید به اکرمه. اکرمه گفت نه آب رو بدید به عیاش. بردن به عیاش آب رو بدن، دیدن عیاش از دنیا رفته، شهید شده. برگشتن دیدن بله اکرمه و حارث هم هر دو به شهادت رسیدن. به این امیدی که پروردگار این شهدا رو از حوض کوثر خودش سیراب بکنه. و من هم ناچار شدم این داستان رو سریعتر بگم تا روز دیگه و داستان دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.